به نام خدا دوستان سلام، امین گیمر هستم. یه ویدیوی ماینکرافتی دیگه با آموزش ساخت در مخفی. خب وسایل مورد نیاز، هر آجری که خواستید. حالا من اینو برمیدارم، تابلو نقاشی و از این، حالا هرچی که خودتون اسمشو میذارید. خب مثلا شما اگه خواستین یه خونه زیرزمینی برای خودتون بسازین، الان من برای خودم میسازم. خب حالا دوستان من اینجا رو حالا ساختم. حالا خونهش مهم نیست، فقط در مخفیش مهمه. اینجا به عنوان حالا خونه باشه. شما مثلا میخواین دورش آجر بزنید و به صورت مخفی راحت بتونید برید توش. آجرش هم حالا مهم نیستش، من اینو برداشتم. سقفش هم میذارم. خب الان هیچ راهی به داخلش نداریم جز اینکه خراب کنیم. این رو اینجا میذارم. یه تابلو اینجا، هیچی نمیخواد روش بنویسین. یه تابلو هم پایینش. اینجا که بذارین یه چیز بزرگ میاد. شما نمیتونید توی یه دونه تابلو رد بشین، اما از توی این تابلو میشه. از همون قسمتی که کندین، اگه از تو همون قسمت برین تو، میتونین وارد بشین. و تنها دلیلش هم این دوتا تابلوه که گذاشتیم، وگرنه دلیل دیگه ای نداره. الان من اینا رو برمیدارم. خراب میشه، اما اگه این دوتا رو بذارم، البته اگه این دوتا رو بذارین، اگه این دوتا رو نذارین تابلوها کوچیک‌تر در میاد، اما اگه این دوتا رو بذارین تابلوها یه چیز بزرگی مثل این در میاد که شما میتونید توش رفت و آمد کنید. خیلی هم مخفی هستش و کسی نمیفهمه که شما چه شکلی واردش شدید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.